بدترین حسی که یه مرد میتونه به یه زن بده چیه؟ بدترین حسی که یه مرد میتونه به یه زن بده حس بی‌محلیه، کم توجهی، قدر شناس نبودنه. مرد حسابی، اگه زنی در کنارت هست که آتا آشغالا رو از روی زمین جمع میکنه، اگه زنی کنارت هست که وقتی میری حمام حوله میاره پشت در حمام برات، لباساتو مثل یه بچه 4 ساله برات تا میکنه و میذاره توی کمد، اگه مهمون میاد خونه و تا نصف شب بیداره، تو خوابی توی تخت و داره خونه رو تمیز میکنه که تو فردا صبح با یه خونه تمیز روبرو بشی، این به خاطر این نیستش که تو قدرتمندی، این به خاطر این هستش که اون زن به تو حس عزت و عشق رو توی قلبش داره. این به خاطر این نیست که اون زن ضعیفیه، به خاطر اینه که اون زن بزرگیه، با یک روح بزرگ، با یک قلب مهربون که دلش میخواد مردش صبح توی بهشت چشم باز کنه. بنابراین بی‌محلی تو، کم توجهی تو، قدر نشناسی تو، مقایسه تو نسبت به زنهای دیگه در مورد این زن میتونه حال این زن رو بد کنه. زهری که حس قدر نشناسی و نادیده گرفته شدن شما به قلب و روح یه زن میریزه، از زهر مار کبرا هم سمی‌تره. قدرشناسی شاخ قول و شکستن نیست. کافیه فقط به این زن این حس رو بدی که من تو رو میبینم، ازت ممنونم، مرسی بابت این بهشت. شاخ قول و من زن میشکنم که با وجود بی‌محلیای تو، بی‌توجهیای تو، بازم همچنان با عشق کنار تو هستم. خانم ها، اگر با جمله من موافقید، یه قلب اینجا بذارید که ببینم چند نفر از شماها از این شاخ قولا شکستید.